سلام. تا حالا شده با خودت بگی چرا من هنوز اونجایی نیستم که باید باشم؟ نه پول اون آدمو دارم، نه اعتماد به نفسشو، نه اون گوشی گرونو، نه حتی اون پوست صافو. آروم باش، احتمالاً تقصیر تو نیست، ولی یه خبر بد دارم. شاید داری یه سری اشتباهاتو هی تکرار میکنی که یواش یواش دارن خفت میکنن، در سکوت، بی سر و صدا، زیر لب، با یه صدای یواش میگم بشین سر جات، تو موفق نمیشی. ویدیوی امروز برای همینه. 5 تا از اون اشتباهایی که خیلیا دارن ولی یا نمیدونن یا اینقدر تکرارش کردن که فکر میکنن طبیعیه. اشتباه اول، مقایسه با بقیه. اشتباه اول مقایسه خودت با بقیه است. تو گوشی رو باز میکنی، طرف نوشته امروزم رو با یوگا، مدیتیشن و آب لیمو شروع کردم. تو هم میری سمت یخچال، فقط رو مونده. گوش کن چی دارم بهتون بگم، من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. من چیزی واسه دست دادن ندارم، زیاد رو مخ من راه نرید. داداش، داری خودتو با کسی مقایسه میکنی که نور خورشیدشو از فتوشاپ میگیره. تو باید فقط با دیروز خودت مقایسه شی. اشتباه دوم، کمالگرایی. اشتباه دوم، کمالگرایی بیجاه. تا وقتی دوربین فورکان ندارم شروع نمی کنم. خب تا اون موقع که این اینستاگرام هم بسته میشه. ما رو دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. ببین، این گوشیت، این نور پنجره، همین حالت الانت کافیه برای استارت. فیلم هندی نساز، شروع کن. من در صحنه جنگم. اشتباه سوم، دنبال تایید بقیه. اشتباه سوم، دنبال تایید بقیه بودنه. من هستم، منو ببین. اگه هر بار منتظری مامانت بیاد کامنت بذاره آفرین پسرم چه ویدیویی، وای به حالت. یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی. مردم اولش نمیبینن، بعدش که رفتی بالا میگن از اول میدونستم موفق میشی. تشویق بعد از موفقیته، نه قبلش. اگه میخوای تو رو ببینن اول باید خودتو ببینی. اشتباه چهارم، ثبات نداشتن. اشتباه چهارم، هر روز یک کار. امروز بورس، فردا باشگاه، پس فردا زبان. جمعه میری بازار میپرسی کفش عمده چند در میاد. بدو بیا ایورو بازار، مشتری زمستانی سخت در راه است ها، قرار هوا خیلی سرد بشه. تو که ثبات نداری، موفقیت چطور باید بمونه؟ من برنامه‌تون چی؟ میخواین چی کار کنید؟ برنامه هر موفقی یه مسیر رو ادامه داده، نه همه مسیرها رو نصفه. اشتباه پنجم، فقط دیدن و یاد گرفتن، بی اجرا. اشتباه پنجم، فقط مصرف بدون اجرا. تو پادکست گوش میدی، دوره میخری، کتاب میخونی، ولی هنوز یه قدم هم بر نداشتی. ببین، تو فقط با دونستن موفق نمیشی، با انجام دادنه. حتی یه قدم کوچیک، همین الان یه کار کوچیک انجام بده، یه کار. دیدی؟ 5 تا اشتباه ساده ولی سمی. بدون که تنها نیستی، ولی این یعنی وقتشه تغییر کنی. اگه خوشت اومد از این سبک خودمونی و باحال، ساب کن، زنگوله رو هم بزن، چون ما اینجاییم که خودمون رو لول اپ کنیم. نه با حرف قشنگ، بلکه با عمل. شوخی و یه عالمه انگیزه واقعی. تو قراره بدرخشی، فقط یکم باید بذاری خودت رو روشن کنه.